سلام و عرض درود دارم خدمت همه کسایی که ویدیو را میبینن و امروز ما شاهد دو حادثه ناگوار بودیم که یکی درگذشت استاد توانا کاخ بلند پارسی رهنورد زریاب و دومم قتل مرموز یکی از نزدیکترین ها امواخر. یعنی اگر در 2 ماه پس این ما مد نظر بگیریم دقیقا ما 4 خبرنگار خود را از دست دادیم. ملالای را روز گذشته کشتن، الیاس دایی را چند روز قبلش کشتن، یما سیاوش توانا را از ما گرفتن و امروز آمدن و فردین امینی را از پیش ما گرفتن. بعدش میای خبرها حاکی بر از این نشر میشه که فردین امینی خودکشی کرد، ولی من یکی از نزدیکترین دوستای فردین امینی بودم. میفهمین فردین امینی یک بچه که اخلاق فوق العاده بالا داشت، بچه‌ای که همیشه خنده به لب داشت، انسانی که سالا زحمت بکشه حداقل تحصیلش را به پای اکمال برسانه، عروسی کنه و زندگی خوشی داشته باشه، ولی امروز او به شکل مرموز شهید ساخته میشه و متاسفانه حکومتدارای ما میاین ادعا میکنن که فردین امینی خودکشی کرد. نه عزیز برادر، من دقیقا 1 شب قبل با فردین امینی صحبت کردم و حداقل 1 ساعت و چند دقیقه شد که ما گپ زدیم. خیلی هم خوش بود. واقعا من جدی به همه میگم ما خسته شدیم. اصلا کمر رسانه و خبرنگارا دیگه شکسته، هیچ کسی توان نداره. در این کشوری که رحم به زن حامله نمیشه، در شفاخانه حمله میکنن، خبرنگار را به قتل میرسانن، جوانی کسی را نمیبینن. اصلا یک نفر سالا میه و زحمت میکشه و نور چشم پدر و مادر میشه، اصلا نور چشم جامعه میشه. معذور هستم از این که واقعا نمیتونم به درستیش صحبت کنم، ولی دل ما گرفته تا به کی؟ دیروز یما، امروز فردین و فردا شاید من و شما بریم. حداقل چرا صدایی نیست که بلند شود؟ چرا پاسخی نیست که داده شود به قتلای مرموزی که صورت میگیره؟ من امروز واقعا نمیتونم حرف بزنم. من یکی از نزدیکترین دوستای خود را از دست دادیم. فقط من چند لحظه قبل شد که ما آمدم از سر مراسم خاکسپاری فردین. میفهمین وقتی از کنار خانه فردین رد میشدین آه و ناله که از نزدیکانشان سرازیر شده بود دل سنگ را حتی میتونه نرم بسازن. ما مردم افغانستان چرا اینقدر سنگدل شدیم؟ هر روز قتل صورت میگیره، هر روز کشته میشیم، صدای خود را بلند نمیکنیم، میگیم خوب که مرد رفت. حداقل ما حال خود پرور شدیم. باور کنین خود پرور نباشین. اگه امروز اونا رفتن فردا من و شما میریم. بیاین صدا بلند کنین. تا به کی؟ 1 روز، 1 ماه، 1 سال داد از صلح زده میشه، ولی هر روز اینجا ما کشته میشیم و هم به فجیع‌ترین صورت. فقط این پیام را به خاطر همراه شما همگانی ساختیم از این که لطفاً درس عبرت بگیرین، حداقل کم صدایتان را بکشین. هر روز شاید هستین یکی از بین شما میره، یکی از ما نیسته. بیاین حداقل فقط 1 صدا بلند کنین، هم صدا شوین که تا به کی، تا چی وقت. من امروز یک جوان هستم، واقعا دلم گرفته از این که شب و روز تحصیل میکنم، زحمت میکشم، کار میکنم، ولی میفهمین من اصلا این فکر را ندارم که سبا زنده باشم. اصلا گلونم گرفته. باور کنین گریه زبنده حال ما افغانا نیست، ولی ما جز گریه و ذلت دیگر راه چاره‌ای نداریم. بیاین صدا بلند کنین تا ای که فردا من شما نریم. معذرت میخوایم از این که من واقعا نمیتونم درست گپ بزنم، ولی فقط این کلپ به خاطر ای است که صدایتان را بلند کنین. نمونین که صدایتان پخش شود. پیش از اینکه صدایتان را قطع کنن حداقل 1 صدا بلند کنین.